السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزی دوستان بخیر. دوستان گرامی، میخواهم یک قصه را از زبان شیخ محمد حسان شیخ مصری درباره آنهایی که به ریبا، به سود، به پرسنت سر و کار دارند نقل کنم. شیخ میگه روز داخل مسجد بودم، ناگهان یک شاگردم، یک جوان نزدم آمد. در چهره این جوان غم و اندوه دیده میشد، بسیار ناراحت بود. سوالش کردم، گفتم سبب این همه ناراحتی در چیست؟ برای چی قدر غمگین هستی؟ جوان گفت که امروز با پدر و مادر، با اهل و عائله همه یک جا طعام نیمروزی میخوردیم، یعنی عبید میکردیم. ناگهان پدرم در شکمش یک درد بسیار سختی را احساس کرد. از جای خود خیست رفت طرف حاجت خانه. از پسش رفتم، خواستم کمکش کنم. پدرم گفت که نه، مرا به حال خودم بگذار. وقتی داخل حاجت خانه شد، یک چند لحظه بعدتر یک صدای بسیار دهشتناک، دهشت افکن برآورد و داد گفته خاموش شد. دوان رفتم طرف حاجت خانه، طرف توالت. دیدم که پدرم سری زانو زده است، اونیتاز همون حاجت خانه را با دو دستی خودش گرفته است، سرش در داخل همون حاجت خانه وفات کرده است و مرده است، جان به حق تسلیم کرده است. وقتی این حالت دیدم بسیار غمگین شدم، بسیار ناراحت شدم. شیخ بعد از اینکه این قصه را از زبان این جوان میفهمه، در حق پدر این دعای رحمت میکنه و بعد از اون میگه که برای از مادرت بپرس، بگو که به خاطر الله بگه که همین پدر تو چی کاره بود، زندگی را چگونه پیش میبرد، چی سیره داشت، چگونه زندگی میکرد. وقتی این جوان نزد مادرش میآیه، از مادرش میپرسه و میگه که شیخ میگه به خاطر الله بگو که همین پدر من چی کاره بود، معامله این چگونه بود، زندگی را چگونه پیش میبرد، چی سیره داشت. مادرش میگه که بچه جان، برای شیخ بگو که پدر تو بینماز بود، نماز نمیخواند. این جوان وقتی نزد شیخ میآیه میگه که پدر من بینماز بود است. شیخ میگه که نه، من خاتمه بینمازها را زیاد دیدم، نهایت اونها را زیاد دیدم، مرگ اونها را زیاد دیدم. مرگ پدری تو، خاتمه او به شخصانی که تاریک الصلات هستند، یعنی نماز نمیخوانند، مانندی نداره. پدری تو چی سیری دیگر داره. برا باری دیگر از مادرت بپرس و بگو که به خاطر الله حقیقت پنهان نکنه و گپ زنه که پدری تو چی سیری داشت. وقتی این جوان باری دیگر نزد مادرش میآیه و میگه که به خاطر الله حقیقت بگو، مادرش میگه که بچه جان، پدری تو پنهانی به ریبا، به سود، به پرسنت خوردن سر کار داشت. زندگی را از حساب پرسنت، از حساب ریبا زیاده پیش می برد. 1000 میداد، 1500 میگرفت. وقتی این جوان نزد شیخ میآیه میگه که پدری من کارش، زندگیش، فعالیتش، معاملش ریبا، سود، پرسنت بوده است. شیخ وقتی که این حرف میشنوه میگه اکنون جواب خود ما گرفتم. بله، من عاش علی شیء مات علیه. چگونه زندگی کردی همان گونه میمیری و چگونه مردی همان گونه حشر میشوی. اگر حلال زندگی کردی حلال میمیری، اگر حرام زندگی کردی حرام میمیری. دوستان گرامی، ریبا، پرسنت به نص صریح قرآن، به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و به اجماع امت اسلامی حرام است. الله سبحانه و تعالی فرمود و احل الله البیع و حرم الربا. الله سبحانه و تعالی تجارت که در عموم در اون منفعت است برای من و شما حلال گردانید و ریبا که در او ضرر است و زیان است او را حرام گردانید. حتی آنهایی را که به ریبا سر کار دارند، ریبا خوردن ترک نمیکنند، تهدید میکنند فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. ای مردم، اگر شما ریبا را ترک نمیکنین، پرسنت ترک نمیکنین، پس از جانب الله و رسول او شما را یک جنگ بسیار خطرناک تهدید میکنه.
مگر انسانی که از 2 قطره آب منی شده است توانی جنگی در مقابل الله یگانه ملک الملک مالکی روزی جزا را داره؟ هرگز که نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنهایی را که ریبا قطعی سر و کار دارن پرسنت میتن پرسنت میگیرن، آنهایی که همین عقد همین دگوا را می نویسن، آنهایی که شاهد میگذارن، همش لعنت کردن، نفرت کردن. دوستان گرامی، از الله بترسیم. ما اگر قرآن نظر کنیم، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر کنیم، آنگونه ای که الله و رسول او ریباخورا را، آنهایی که به پرسنت سر کار دارن، اونها را تهدید کردن، وعده عذاب دردناک دادن، به دیگر گناهکاران ندادن. همین کم ترک زورش آمد، میبینی که دویده رفته از بانک پرسنت قطعی قرض میگیره، بعد همون پرسنت جمع میشوه، خانهش از دست میته. بعضی ها را همسراشان برآمده میروند، بعضی ها را فرزنداشان پراکنده میشوند، در بدر میشوند. دوستان گرامی، الله سبحانه و تعالی هر چیزی را که حرام کرده است در او برکت نیست، در او فیض نیست، در او بدبختی است. از الله بترسیم، از الله بترسیم. دعا میکنم الله سبحانه و تعالی مشکلات شما را برطرف کنه و شما را هرگز محتاج دیگران نکنه. و دعا میکنم در حق آنهایی که پولدار هستند وقتی دیدند که رفیقان و دوستان و خویشان و نزدیکاشان نیاز دارند، به خاطر الله قرض حسنه بدن، تا اینکه همین قرضهایی که مردم رفته از بانک و از دیگر مردمی که به پرسنت به ریبا سر کار داره از بین بروه. الله نگهبانی دوستان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.